حتی دوست بابایی شده است امروز خطایی. مضمون داره، هم معنی داره، هم حلاوت میبری. جاش میگه که مرا موی تنها میخیزه شعر میره گوش میکنم. در جیبکم 10,000 دویدم سینی بزرگ. با توقی و جیلک جای نماز خطایی همین مونده است که خواند یک نماز خطایی. سوید نیست اوش قاقای ای قشلاق میبرم میرم، قشلاق یک جای تنگای هر روز همسویا جنگای. رفتند و رویمو باز آیند و روند. این گپی استادای حاضر عین حال یک شاعر قاسمی ظریفی باور کمد همین شعرهای همین برادرم من انتظار میشم. استاد عزیزم من 2 بار دیدم یا 3 بار دیدم در محفل خیراندیش سال نمیدونم 2014 13 همون سالا محفل خیراندیش بسیار میرفتیم اشتراک هم میکردیم. راستی گپ استادم من قدر میکنم. باور که عجایب شعرها میخونم. باور کنین همین هر وقت که میکنم با شعر نو میپرتوی در اینترنت یا که اگم کتابچه در اگم شعرش میخونم باور کنین همین زمانوی بگیم همین برادره. باور کنین در همین زمانه خوب شعرها مینویسن برای خطایی برای تاجیک تیت پیتون تمامی همین شعرهاش باور میکنین من کدام همین شعرش میخونم باور که در دل ما رو میگه چیزی که میگه مقصد به لهجوی برای یال میخونه برای دشت جوم و برای به لهجه با همه چی همین در دور خودش همین قشایر میشوه در همین دور و زمان خودش به همین قچه خودش قنداش بزنه. استاد عزیز زنده باشی. ما شعرهای خطا ایمینای ما انتظارم که هی میخونی در اینترنت میپرتویم و گوش کنیم و هم خنده داره هم مضمون داره هم معنی داره هم حلاوت میبری. جاش میگه که مرا موی تنها میخیزه شعر میره گوش میکنم همین حلاوت میبری و خیلی جای گپ اومد گپ زدیم. استاد عزیز زنده باشی. گفت همین پتنای حاضره ریسپکت خودت ده. زنده باشی. ما انتظارم شعر خطا زنده باشی. با پیش استاد عزیز زنده باشی. تیغ تبر خطایی نقطه خر خطایی سنگ مرمر خطایی. مردی هنر کرختای ای قشلاق میبرم میرم اوی عریق شیفلاس وطنی بنگای نوس در دوده یک پاپیروس ای قشلاق میبرم میرم. انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده و شما توصیه میتونم شرکت محیدین مرامدین رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو وادنی استادیون های آفیسشون مرامت کنین برادرها. البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما های. مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت محیدین. واقعی سربلند و خانه آباد باشین. همه وقت جیبکاتون پری پل باشد. زنده باشین.